عجب جای خفنی هم درست کردم بایی چم. نه اصلا اینجا اومدم که جر بدم. خب بریم بخندیم و برو عجب چیز که میشه من خفن. ببینین ما باز چی کارش هم بکنم پرچم خراسان حالا پرچم همه رو میخندونه. اونجا میگفتیم ما ماشین آژانس میگرفتیم خودمون میومدیم. یه خود چرمش خیلی خوبه، مثلا دوست ندارم پیاده شم. آقا دمت گرم عشقی. ما پیاده شیم، من 5 ستاره دادم آنلاین هم پرداخت کردم. رسیدیم؟ پیاده شم؟ دست شما. ببین شاید نخندونم ولی نمیخندم. عجب شهر خفنیه. ببین دهنشونو سرویس خم کرد. حیف که دندون گذاشتم وگرنه تک تکشونو میخندم. حاجی تو اونجا یهو دندونات درار. خب نمیتونم. پلا تویست کرد. ما تلاشمون میکنه به چه خراسان که میذاریم باخت نمیده. حالا بریم ببینیم چی میشه. شهر قراره من بوازه دیگه. پیش بد کسی اومدن. برو بشین. وایسا. عجب اون کلا رنگوله ها با ببین کلا چه هزینه کردم موسا دورت بگردم نداری حسن ارارو من نوکرتم جان تو به قرآن یار دنبالش مشهدی رو مسازی یا نزدیکشی اسمی آقا قبول نیست این ستا بخواد منو بخندونن قبول نیست کابوستون اومد. تمامه آقای منطقی چرا؟ منطقی اینجا با ذهنیت برنده اومدی نه؟ بله جایزه داره؟ جایزه من نمیام. اشما شاد تو میگه چیکار من هی خونه من خندیدن یه خونه هی خونه من نمیام. یا تو سلام. آقا آقا تو صحبت نکن بازی کنم مرسی سلام علیکم. عشق. آقا سه تفنگدار اومدن. این سه تا هر جا باشن کسی برنده نمیشه. منو کی اینجا میشناسه؟ من طرفدار شما آقا منو بس میشناسه. بله اینا رو واقعا میتونی بخوری؟ نه شما اجازه نمیاد آقا خیلی خوش اومدین به این کافه ما، کافه درویشی ما. جوکر که نیاز به توضیح نداره. چه کردی؟ فقط من بگو چه کردی؟ گوشیم زنگ خورد کی بود؟ ایمان به من زنگ زد حالا چیکار؟ آقا ما وارد شدیم دیدم جمع همه خوبا. آقای امیری به جا همه اومدن و ما دیدم چی رنگوله ها به چی جای اول بگید اومدم کارخانه شکلات سازی. قربون شما برم. بفرمایید بالا. آقا بفرما بالا. آقا بفرما بالا. زیاد مزاحم در بنده بیا رو. آره بفرمایید بالا. در اینجا.
بفرما اونجا نظام توضیح بده به ما. بفرما. بریم آقا بفرما بشین. بفرما. آقای میرزاد آقا دست نزن. جا نداشت. نه هنوز شروع نشده بود. شما چی داری میخوری؟ آقا اوکیه شروع کن داداش. صاحب مجلس اینجا میزبان منم این داره عداشو در میاره. آقا اون چیه؟ این تو الان توضیح میدم خدمتتون. آقا ما اینجا اومدیم که جوکر دیگه توضیح کنم. حالا جدای از اونا رو بخوریم ولی نخندیم. داداش یه سری آدمو بخند آوردی میگه نخند. آره دیگه باید تلاشتون رو بکنید. چرا باید تلاش بکنی؟ چون این تو 50 میلیون تومان پوله. ولی به شما نمیدیم. آره. این 50 میلیون تومان رو شما براش رقابت میکنی که یه زندانی آزاد بشه. آقا یه سوال دارم من. جانم. هر کی ببره یه زندانی آزاد میشه دیگه. بله هر فصل یک زندانی با مبلغ 50 میلیون تومان آزاد میشه. 5 تا زندانی با 10 تومن آزاد. شاید شد. حالا 5 تا زندانی رو با هم آزاد کردیم. این چه حرفیه مانی؟ خیلی حرفه این. آقا این جوکر یه سری فرقا داره فقط با جوکری که جاهای دیگه دیدین. اونم اینه که من 2 تا از دوستان میزبان شما اینجا. آره. آقایونی که داخل اینجا هستن ما اومدیم. آقا نه اومدیم بخندونیمشون دیگه. جرشون بدیم. پارهشون میکنیم از خنده. حالا نه دیگه اینقدر ولی خوبه. این 2 نفر میزبانان شما و صاحب این کافه. صاحب کافه که میتونه بخنده شما تو چالشی. یه اسکارمون مارکت. اینا صاحب کافه ای. بله. تو پول از کجا آوردی؟ پول من این صاحب کافه به من بدهکاره آقا. آقا تو بدهی کافه زده دیگه. آبرو ما رو نبر. زمان این بازی از همین الان هم شروع میشه. از الان نباید بخندی؟ نه لحظه ای که قرمز خورد یه چی سبز خورد ببخشید. آقا شما با ما کافه ما دیگه میتونیم بخندیم دیگه. به من که نباید بخندی که. حامد روشن میشه. شما خیلی دیکتاتوری. ایشون روشن شده. بله الان روشن. حالا قرمز شدن هم نگید. نباید میومد. ای خدا این رفیقای ما به این پوله رو گذاشتن تو بالش. یارو باش کافه هم زده. بعد ما میبینیم بدهی تو صاف کن. مرد مومن. جواب تلفن نمیدی ریجکت میکنی. بعد به اونجا در باز شه این دو تا واسه اینجوری بیا. با آدمش برمیخوره دیگه. این آخه حرف میزنم. انقدر بدم میاد از یکی پول دستی میگیری میگه آقا فردا میدم. هر ماه زنگ میزنه. هر ماه هر سال. حجو تو منو میده به ما. غریبه خورا. آقا زندانی آزاد میکنه. چقدر ترسناک. اون تایممون روبرو دارین 6 ساعت زمان این مسابقه است. 6 ساعت و توی این 6 ساعت نباید بخندیم. 6 ساعت ما از گرگان اومدم 6 ساعت هم نخندیم پاره اون می‌خوایم بکنیم دیگه. بخند چرا آقا بخند. همون بخند راحت باش. دمت هم گرم. آقا این یه زندانی باید باش بیاد بیرون. زندانی تر از من. تو اسیر منی نه؟ 6 ساعت ما از گرگان اینو زدین آوردین چرا؟ چی جوری آوردینش؟ این زنگ زدیم اومد خیلی راحت. شهرستان هم میام. کارم می‌کنی؟ امیدوارم که بهتون خوش بگذره. در خدمتتون هستیم. خداحافظ شما. تو زندانیه رو آزاد کن ما میگیم کی بود. برو آزاد کن. بالاخره یکی میبره دیگه. من آزادش کن. نه جرایم غیر عمدی. هر موقع ما اینجوری میگیم هر موقع خندیدیم میگو الان بهترین موقع است که سبزو بزن. بزنش یو. خداحافظ. برو به سلام. خواهش می‌کنم بفرمایید. برنده ویدیو رو میخوام از الان اسپویل کنم. آقای محمد افشار هستن. همین الان داره میخنده برام. 99% برنده است. برنده میخنده. امروز میخوام خود واقعی باشم. هر آنچه از این کاخ شربتی‌ها شربت گرفتم. تخمی هر بدم. آنچه که دوست داشتید میتونید بردارید و خودتون واقعا پذیرایی یخچالش کنید. واقعیه. چرا یخچالش امرمون نیست؟ امرسانه. بچه‌ها سطح مسابقات خیلی بالاه. سطح مسابقات خیلی بالاه. دارن میخندن دیگه مثل یه دوستی که خیلی آگاهانه این کارو میکنه. پس ما هم سبزو میزنیم. سبز شد دیگه. ایوان بخندید. سبزه.
قرمز من آب بشه. نه قرمز بشه خندیدی میشه. الان شروع شد. بله. یا ابوالفضل یا ابوالفضل. بچه‌ها خب دیگه چراغ سبزم روشن شد و مسابقه از همین الان شروع شد. وای چراغ سبزو زد. بیچاره شدیم. آقا من نفهمیدم روشن شده. میدونی چرا؟ بنیامین چون من کوررنگم. از پشت شبیه سوباسا شدی که هی پشت تو می‌کنی به من. نیرنگم ولی خودت بیشتر اذیت میشی. مراقب باش. خوشحالم چون مکس امینی ایران نیست. این دو تا مکس امینی امروز نمیتونه بیاد اینجا. میشناسم شما رو من تو دیدم. اسمت چیه؟ محمد. محمد دیدم. تو بچه کجایی؟ اصفهان؟ کرج. همون نصف جهان؟ ایول اینا رو ادامه بده. واقعا خنده خورده میشه. بشینم. آقا شروع شد بریم کار دریاره. آقا من چیز باید تعریف کنم. بگم تو خود داری میخندی. کیا متأهلن تو این جمع؟ 3 نفر. خودتون. پس شما من درک میکنید دیگه. میخوام در مورد سختی‌های خواستگاری و ازدواج شروع کرد نه؟ بابا نگو تو رو خدا اونو تعریف کن. یه سوال آوردم میخوای در مورد آزمایش ادرار صحبت کنی؟ دقیقاً برای من تعریف کرد. آقا الان داره در اول در مورد خواستگاری میخوام صحبت کنم. خیالم راحت شد. آره. آقا من یه خواستگاری رفتم. بعد جدیدن دارم حرف میزنم زیاد نخند. آره. نه باش. آقا سوال بهتر میدونه. خواستگاری دیگه این معامله شده جدیدن. این معامله. مهم چه مالی؟ معامله. اما سوال توجه کن. شما که یه متأهلی زشته. من گوشم باشه. رفتم خواستگاری. آقا بنیامین شما دارم زر میزنم دیگه گوش کنید. بفرمایید آقای ایزه. شروع کرد. یعنی تریکای همیشه شو تو همه مسابقات همینه. ثابت شروع کرد. خواهد گوش بدیم که یه خواستگاری رفتم. برای 8 بار گفتی برو. بعد این معامله است لامصب. رفتیم نشستیم صحبت و این حرفا. یهو دیدم پدر خانم اونجا نشسته بود. نه پدر خانومی که اونجا بود با این تابلو نشسته بود. جدی داری میگی؟ مگه نمیدونستی؟ اینا کجا برداشتی؟ چه دست میزنی به وسایل؟ یه سوال. مگه گزینه دیگه هم داشت که بخوای تعویض نه من اونجا فهمیدم یه گزینه ای نیست. خوش دیجیکالا زنم میداد. نظرات کاربرا میتونی بخونی مثلا. چرا رنگی یخ؟ معمولا میتونی بپرسی. امیرعیزه شبیه اینه که رفتن سربازی 100 سال از اون 2 سال خاطره میگن. بابا یه خواستگاری رفتی دهنه ما رو سرویس کردی. ول کن برو آقا. آقا اما اصلا سنش ازدواج دیگه. اصلا ازدواج داره. اما اصلا گرگانه داره املت میزنه. آره. خب بقیه‌اش در مورد آزمایش اعتیاد می‌خواستم بهتون بگم. آزمایش اعتیاد واجبه میدونستی که اعتیاد؟ آره واجبه باید آزمایش بدی. اما سهیل و چرا اعتیاد دوستان میدونن. بعد برای اینکه شما تقلب نکنی می‌دونی چیکار می‌کنن؟ یه نفر داریم به نام دولبان. میاد اونجا با این میسته دستش میگیره. ببخشید کیو؟ لیوانو. آره تقدیم شما میکنه بعد وای میسه نگاه میکنه. بعد وای میسه نگاه میکنه. همون کاری که ما قدیم میکردیم. آره اون کارش اینه. آره اون پول میگیره که شما تقلب نکنید. یه سری لبخند داریم چون بازی تازه شروع شده سختگیری کمتره. یه سری نمیدونن دارن مثلا حین حرف زدن میمیکشون خنده است. یه ذره بره جلو همه اینا رو کارت میدیم. فعلا اولش یه ذره سهل جلو بریم ببینیم چی میشه. بله آقای مان که ما رو آورده اینجا چتک مالی میکنه انگار. با ما کاری نمیخواد بکنه ولی به در و دیوار ما داره ممالا نمیخواد. خیلی لطف کنین برار بزن. ما چی میتونید برار بزن. ما آمدم که نخون. آقا نزن فعلا نزن. بچه‌ها میدونید این چیه؟ حدس. شبیه قول چراغ جادوه. شبیه قوله ولی من پیپی میبینم. باریکلا. پیپیه. میماله قول چراغ جادو میاد بیرون. ما بهش میگیم کاپ ان. منم گفتم کاپ ان رو به قرآن گفتم. ببینم کسی کم کاری میکنه. برو میدی بهش. کاپ ان مال اون. بده علی استوری از اون موقع داره راه میره هیچ حرفی هم نمیزنه. حالا این پیش من هست دیگه. ببینم دست اولی قهرمانشه دیگه دست خودش. کمربندشی داره اون. خیلی متشکرم. بله ما هر جای میریم یک نکته اضافه کاپ ان. یعنی شما فکر کنین که شما برید تو یک برنامه شرکت کنی هیچی هم برات نیرن انم برات بذارن بگن آقایم البته برای برنامه هم لازم برای فامیلا کسی که زیاد غیبت میکنه کاپ ان تقدیم کنی. البته واکنش هم متفاوته. شاید خیلی هم مثل ما خوشحال نشن در کاپ ان.
بفرمایید. بچه‌ها یه جوک من داشتم چون الان این تو شیرین خامه‌ای ندیدم یادم افتاد. یه مش شیرین خامه‌ای بچه‌ها شاید باورتون نشه. یه مش شیرین خامه‌ای با هم دیگه دعواشون میشه. یه شیرین خامه‌ای نمیاد جلو. همه شیرین خامه‌ای به اون یه دونه میگن خیلی بی خامه‌ای. ولی اون بی خامه الان اروپاست با اینکه نمیدونست خامه چیه. لایک کن، کامنت کن، واسه دایرکت کنه. هایلایت بی خامه رو ببین. آدم با خامه ای میشه. خیلی بی خامه‌ای. یعنی من اینو تو هر جمعی که میخوام سر صحبت باز کنم میگم چون شوخیه که هم خانوادگیه هم لب مرز خانوادگی، یعنی هم با رفیقا میتونی بگی هم تو جمع‌های مختلف و واسه شروع گفتم که یه ذره یخاباز چیه. آقا یه سوال دارم. اشکان شادکامی زبونش رو خوش نمی‌برده؟ چرا الان میخوام منتظرم. آجی حس میکنم اون دولبانی بود که امیرایزدو میدید داشته همچین چیزی میدیده. به خاطر همین گفتم من نمیتونم برم اونجا. ببین چون امیرایزد موزه دیگه. اون موز خوردی که این که ای آی بود بچه. این هنری بود، نقاشی رو دیوار بود. پسر نباید موضوع اینجوری بخورن، اینجوری باید بخورن. در اصل باید با چاقو بزنی بخوری. یه اومد گاز زد رفت. برای امیر رو خوردی. امیر جان ببخشید. چی آخه تو میگی؟ ببینم. اشکان بگو شلغم. شلغم. کجای حلقم؟ نه چیز. آقا گلو تشخیص بدید. آقا گلو تشخیص بدید تو کدومه؟ بی شرف با موز. بگیر پر کنم. یکی افتاده. برو میخواد پر کنه آقا. بگیر پر کنم. چه انداخت سوس کجا؟ سوس که نقطه ضعف، یعنی از در ضعف وارد میشه. این در ضعف وارد میشه من نمیفهمم. پیدات میکنم میکشمت بیرون. همه جا میدونم از حشره سوس انواع جاندار بالدار، جاندار که نه حشرات بالدار، من میترسم. خیلی خوب. من تو نبودی کی انداخت واقعا؟ یه میدونم یکی انداخت. کی انداخت؟ آفرین. من گلگیر بی‌نظیریم. این گل تصورم از چیز خب بچه‌ها تا اینجا راحت اومد. آجره. آجره. من مهندس عمران ما معمولا با اینا خانه بسازم. باور بکن نگاه. ولی ما عجیبه که همین چیزی تولید شده. ما با همین چیز بیام آقا ما رو میذاره تو سقف. میگه پاد آجوری که کلون عجیبه. حسن از شلوارشون از مصربی میره. این شلوار اصلا که تولید میکنه. ولی شما میدونستی سیمسون هم نماز میخوندن؟ آره منم دیدم. میدونستی نگاه؟ اینا یعنی پیش بینی کرده بودن. اشی بپر بالا. بپر بالا. ما گیرم. بپر بالا. با سلام بودو. من نمیخوام نماز بخونی بیا. آقای خیلی بزرگی نمیتونم. خب واسه بذار بیا من هم هضمش کنم. برو بچه‌ها ماشاءالله. این ای آیه بچه‌ها این آی. حاجی ما لاک شاک مداد. تلویز اسکاتا. جانم. تلویز اسکاتا. حاجی ما شم میبینم از خود بیخود میشم. جدی خود کنترل کن. اون یک مشهدی برام سخت این جذب. امیرایزد ذهنیت برنده. امیرایزد من یه ریلزی دیدم از تو چند وقت پیش راجع به تلویزیون و اینا صحبت می‌کردی با یکی. تعریف کنید چیه؟ این برارمان کالری زیاد داره مصرف میکنه. بگو میخوام تلویزیون رو ببینم. راجع به تلویزیون نمیتونی بگی. آقا ایشون دارن میگن سکوت، ایشون علامت سکوت. نمیدونم داشت میگفت یه جا خونه بزرگه تلویزیون کوچیک دیده میشه، یه جا تلویزیون کوچیکه. آقا میپرد جلود خونه بزرگ میشه. آها آدم بلند. من 120 سانتم قدم. لیونل مسی. جدی؟ یعنی با اینجوری دیریب میزنه؟ میلاد جانم که لطف کردن بحث تلویزیون در خونه کوچیک و بزرگ و مطرح که اونم فکر کنم در جریان باشه. کلا نمیشه خیلی در موردش خیلی دوست حتی توضیح داد. چه برسه بخوای جلوش نخندی. خیلی کار سختی در پیش داشتم. دو تا باریستای نامرد و سهیل پرنگ پیشنهاد میکنم کنار ایمان جان براشون یه برنامه‌ای داشته. بچه‌ای پوزیشن رو بگید پوزیشن کیه؟ موسایون. علی استوری. حضرت موسی بعد از باز کردن دریا.
آها کم کسی دیده داره سلام میگه نوکرم. ای خدا ای خدا ای خدا. حامد یه چیزی تو هم مثل یخچال پری یا نه؟ تو پر میتونی برداری. چی؟ هر چی دلت میخواد. آقا میخوام یه چالش بدم، یه ذره اذیت کنیم شما رو. پوفیک له شد. پوفیک یه سری سوال ازتون پرسیده میشه. بله بچه ازتون میپرسن، هر کسی بغل دستیش به جای اون جواب میده. این یه تیکه رو من ببین داشتم یعنی منفجر میشدم جلو خودم گرفت. یعنی از هر کی میپرسی دست راستیش جواب بده. این گربه هست پرشینه. به نظرم همه زورتون اول برنامه هم چند بار گفتم اینو. آره خانم گربه نداره. یه نیم ساعت دیگه. شیطونی نکن. از امیررضا میپرسم کی جواب میده؟ حسن باید دست راستیشون جواب میده. آخرین باری که پول لازم شدی و رفتی برای ستاری کی بود؟ باید ستاری شد باید برم. به هر حال سواله دیگه حسن جان. چیکار کنم؟ همین دیشب دروغ چرا خیلی بابا از چی میخندی خب؟ امیررضا دیدیم. آره من دیشب راستش خیلی جیبم خالی شده بود. اتوبان ستاریه گفتی؟ هفته تیر رفته بودم. دروغ چرا؟ ستاری هم رفتم. ای وای ای وای. بیشتر خودش رفته. ای بابا. ببین حامد کلا میمیک چهرهش هم بامزه است. حالا بیا دیالوگ هم بگه با خودش توی پوزیشنی من تجسم بخوام بکنم که این برای ستاری چیکار داشته می‌کرد یه چیزی بوده. خب میگیره دیگه، میدونی خندم میگیره. حامد و من تمام شکل و شمایلش رو چون دیدم همینجورش. آدمای دلگرم خیلی بودن، خیلی به من لطف داشتن. دلگرمشون رو با کجا حس می‌کردی؟ ببین من ندیدم، فقط هر از گاهی. ستاری اینجوریه. بچه‌ها ما از شهرستان اومدیم نمیدونیم ستاری چیه. تا جایی که میدونم شهرام بغل باکریه. بچه‌ها اونجا وای میسن. حسن جان از من باید به کدوم یکی از رفیقای پسرت حس داری؟ حیف که نمیتونم جواب بدم. آخ بنیامین که از خوشگل ترینا بورم هست. بعد خوشگل ترینا بعد درازه، با اینکه قدش زیاد چیز نیستش خیلی درازه. فکر کنم خود حسن هم اگه میپرسیدی همین جواب میداد. قدش تو هم به خاطر همچین چیزی انتخاب خیلی واقعا یکی از بهترین آدماست و نمیدونم چرا ول نمی‌کنه. سفیده، رنگ پوستش سفیده، همه رنگ جدیده. نمیخواد وارد جزئیات بشیم. اگه اینقدر سفیده ما هم اونجا بشینیم. چشماش رنگیه. دیدی چشماشو؟ بدون لنز. میدونی چه رنگیه چشماش نو لنز آبیه. نو لنز چیه؟ یعنی بدون لنز. داداش نولان. اگه دختر بودی به کی پا میدادی؟ آخ من اگه دختر بودم به کسی مثل محمد افشار که پا میدادم، چون خیلی فاکین پولداره. بینی هم میتونه پولدار باشه ها. خدا نکنه علی دختر باشه. آره خومستم الان چون خومستم من دختر هستم. خیلی زشته واقعا لهجه مسخره کردن. یکی مثل محمد افشار رو پا میدادم مثلا. اگه امیرما و علی سوری با هم بچه دار میشه. خب مانی جون یه شب با کیم کارداشیان یا ایلان ماسک؟ ای بابا اینا رو کاش از ما میپرسید. معلومه که ایلان ماسک. تو با ایلان ماسک یا کیم؟ ببین بستگی داره، هم میتونه با کیم کارداشیان باشه هم با سالار کارداشیان. چون سالار قرمزه، کیم قهوه‌ایه. سالار قرمزه؟ سالار نارنجی. آره همیشه قرمز بود. سالار ایران پردی؟ سالار کارداشیان داداش کیم کارداشیانه. بعد دورشو اول میخوری که بتونی وسطشو بخوری. تو همینطوری؟ فکر کردم مفهم. حاجی یه بار گاز بزن از روش. بابا خیلی با هیجان میگه. حاجی میتونی از این دست استفاده های دیگه هم بکنی. اصلا اینو قالب گرفتن. آره سالار شما گاز میزنی بعده شرکت میهن ناراحت میشه. امیررضا رو نگاه نکنید. امیررضا این یه کاربرد دیگه هم داره. منم دست میخوام. بده. این قالب خودمه. من فوت فیتیشم پا میخوام. بیا دیگه دست درد نمیگیری. فوت فیتیش برای من زدم. آقا هر کی با دست خودش. هر کی دستشه بستش. ممنونم. بنیامین جان راسته میگن از دختر خوشت نمیاد؟ من خیلی دخترها رو دوست دارم.
آره این بنیامین بود. من این روح لطیف بنیامین رو دیدم. این دیگه ولی زیادی لطیف بود. شبیه رفیقای تو بود. یکم. آخه پارک دانشجو زیاد میرای طوری شده جدی. سهیل عزیزم با منه. تا حالا شده خودتو خیس کنی؟ بارها و به کرار و به صورت لاینقطع. یعنی سر زب هر بار که طرف میاد بعد از هر پرنگ من دیگه شلوار یه دونه زاپاس میارم. همون شد دماغش چیکست؟ همون شد دماغ چیکست؟ دماغم شکسته؟ دماغ یعنی از شاش زیاد دماغ شکسته؟ آره وقتشه. آره. احسان جان همین الان هم حتی اگر که پاز ندیم من ممکنه خودم رو خیس کنم. احسان جان تا حالا شده اپیلاسیون بری؟ راستش آقا حالا باید من باید چه میخواستم بگم نه خودت خرابش کردی. چیه؟ جلسه چندمی؟ اپیلاسیون که نرفتم با ژیلت زدم. آقا دستت سفیده یا نه؟ نه داره بابا مو داره. اونقدر نداره. میشه یه لحظه یه لحظه برگرد. خدا داره با مو دارم. سیفیده. یه لحظه من ببینم. سیفیده. اینجا که پره. به جز سرم بقیه تنم مو پره. خیالتون راحت. اینجا رو زدم چون عکس خانومم رو دستمه اگر نزنم صورتش مو در میاره. من جواب بدم. آجی کلا رو بذار به نظرم. به خاطر خانومتون باید پشماتون رو بزنید. یا خانومه بگیرید پشماتون. به خاطر تتوی خانومت جان. بریزونه. شما خیلی کمک می‌کنید. ببین دستشو گرفتم کشیدمش بیرون. کلا میگیرم. من جواب ندادم درست. بفرمایید. ما یه روز رفتیم سرش رو اپیلاسیون کنیم. نامردا این سر رو اپیلاسیون کردن. این تیکه پخش میشه تو اینستا. میدونی شبیه چیه جدا؟ احمق مگه سرش مو داره راست میگه. نه. خواهی بیا ببین. بچه میدونی احسان میرزا سر شبیه چیه؟ دیدی آب نبات میجای میفته رو فرش همون رو برمیداری؟ چرا دوباره باید ورداری؟ نه حالا این شکلی میشه. اگه برداری این شکلی میشه. منم بابام همین کارو کرد. ریخت تو نه. آقا من نمیدونم آقا لفت میشه بدون. من درست نشدم یه بارم برای من میگی. بابامم آب نباتش افتاد زمین. چرا داری میلرزی؟ با چی؟ جان. با چی برداشت؟ احسان بد شروع کرد. یعنی یک جوری به خودش ببین زد. دوستان اگر بخوام با رسم شکل توضیح بدم اینجوری آقا خواهش می‌کنم. در یه حدم برار ما با هم صحبت کرده بودیم. در یه حد دیگه لازم دیدم واسه بابام تنگ شد. افشار جان گلنار شما رو یاد چی میندازه؟ چرا می‌بینی؟ گلنار خنجر می‌بینی؟ ما معمولا بعضی اوقات که علی میره حمام علیز مخانه برام علیز جان میره حمام برام مخانه میگه گلنار این چی آخ بنیامین چی سفید بود. بنیامین سفیده. سوالت چی بود؟ نه نمیخوام بدونم. ولش کن. اشکان عزیزم در خدمتم. دوست داشتی بازیگر فیلم غیر اخلاقی بودی؟ امیرعزت بعد جواب بده. بله. میرا بجا توانایی فاعلشو ندارم اگه مفعول باشه اوکی. سخته به عنوان از فامیلی معلوم نیست شاتکام. حتی ما برعکسش هم میتونیم بکنیم به عنوان کام شات سریز. آهنگ امینه میگفتی کام شات. یعنی یه شات آهنگ امینه میگفتی کام شات وان از اپورتونتی. یو مگه میشه انگلیسی اینقدر خوب حرف بزنه؟ بچه‌ها یه لحظه من یه عکس بگیرم. بچه‌ها شما کیکو انتخاب کردی؟ بله. صندلی نشست. صندلی نشست. متاسفانه. تبریک میگم. چقدر کیک دوست داری مگه همین از چی؟ بیشتر دوست دارم موقعی که رو کیکم. پس میخوای بستنی بخورم. بستنی دیگه رو کیک بشینی کی رو بخوری؟ حداقل یه توک بزن. سونجی ها این چی میشه دقیقاً که تکرار می‌کنی؟ یه اسم هست. اسم کیه؟ اسم سونجی ها. آقا من یه ساعت تو برنامه یکیش اسمشون گیهون بود. گی شمالی چی میشه؟ گیهون. گی. گریهون. هی. هی.
ببین 2 نفر تو اینجا میتونن بخندن. بچه‌ها کاری میکنن اونا هم نمیخندن. این حرفت بامزه بود. خدا این حرفش قشنگ بود. 1 2 3 برو. گل بودی گلاب شدی ای بلا. مگه من نمیگم دست تو دهن من سرویس کردی. عزیز بودی. هر چیزی میبینی مگه تو باید باش بازی کنی. شراب شدی ای بلا. لب کارون چه گل بارون. حسن بیا برام ساز بزن. بیا برام ساز بزن. بچه‌ها یه تیکه موسیقی گیر کرده. خواهش آقا من 1000 رو گفتم به سر افشار دست بزنید. بچه‌ها بشینید، قراره که یکی از دوستانمون ورود کنه. نفر جدید مسابقه؟ نه یکی از دوستان گفتم بیا یه ذره سرگرمتون. حالا اگر سرگرم نشین کاپن فرو میکنه این سری. آقا مگه من نمیگم به شما دست نزن. دستگاه اسپرسو دیدی بخار میده، من خیلی با اون حال میکنم، همیشه باش بر میرم، اینجا هم باش بر رفتم. یه ذره فکر کنم حامدینا اذیت شدن. یه جا از بخار داره میزنه بیرون، آبجوش داره میریزه. آقا ما این شو داریم. آقا ما میخوایم گرایش علی جان رو عوض کنیم. آقا بیا من این چالش دارم. اشون تو بلنجت رفتیم. بله. بیا بشین. تو بشو محمد افشار بشه دختره، تو بشو موجی. نقش پرده رو اجرا کنم. آفر تو پرده باش. احسان این پرده شماست؟ آره. نزن پردمو. نه پردمون با هم راحتی نمیخوره. پردمون ببین سوال بپرس. بفرمایید. من سوال بپرسم؟ آره سوال بپرس. دیت اول کی باید حساب کنه؟ مشخصه دیگه. آفرین این نکته که با سنتو بر نشون بدی رعایت کردی. بلند حرف بزن. دیت اول از نظر من مشخصه که یه مرد کامل. چی سوال می‌پرسه؟ اشکان با سنتو من بیشتر. یه سوال دیگه دارم. یه مرد کامل مطمئنا خانم‌ها حساب میکنن. حاجی واقعا حالم داره. حاجی من زیر پرده رو میبینم. نه چون پرده سوراخ شد. پشت پرده این برنامه‌ها چه می‌گذرن؟ پشت پرده که منه. اینو قابل پخشه؟ اصلا پسری که اینجوری بشینه کنسله. پسری که اینجوری میشینه چرا کنسله؟ دعوا کنید به نظر من این خانم من خواهش می‌کنم. اگه لاپات داشتی اونجوری نمی‌شستی. یه دقیقه پرده رو حفظ کن. اون برو ببین. برای شرکت کننده‌ها غذا سفارش دادیم. ایول. من ایشون پیپی برای من سفارش دادم. پیپیه. شما حستون چیه نسبت به این غذایی که واسهتون سفارش دادن؟ استیک. من یکم زیاد قوی نیستم. پرده لادره. آقا عذرخواهی میکنم پرده داره منو میدره. پرده داره منو میدره. من تا جایی نمیتونم تحمل کنم. خب بس دیگه غذا کوف کردین حالا نه لایک بدین. لایک یا دیسلایک؟ لایک یا دیسلایک؟ من میتونم خودمو ثابت کنم. یکم به وقت ثابت کن. ببین من نقاشیشو بکش. نقاشیشو تصورش کن از شکلش چی داره؟ چی تو ذهنت؟ کیوته. خب بعد برام خیلی مهمه که دختر شله بلد بشه بپزه. یعنی شله بپزه. نه شله رو بپزه. واسه همه مهمه اینکه شله رو بتونه صفر کنه. آفرین. یعنی الان این نه شله نباید صفر بشه. شله دست بزن. صفر نشه که کار پیش نمیره. آقا ما اجازه دست دادن دارم یا نه؟ آقا ایمان محمد افشار اصلا باسن نداره، کمرش به پاش وصله. آقا پیش که مستر بینه. منم مثل مستر بیستم. از یخچال چیزی برمی‌داری در حامد آروم بذاری. من رو درم هستم. چرا حامد خودش در خودش میاد؟ ولی به خدا میگم درت صدا میده. آقا با در حامد بازی چیکار می‌کنی؟ آجی در حامد صدا میده. یه لحظه سکوت. در حامد بازه. یه گرده کجا رفته؟ رفت کن. وینستون پشت وینستون. وایسا لیریکشو بیارم. وایسا برداشتم دست از سره. 20 جا تلفن سگ سبزی‌های هر شب اینو میشنم. درصد احتمال درگیری 100%. یه شب حالت فکر می‌کنی نمی‌خوابی، حالت بده برو خودت نمیاری. دیگه منو نمی‌شناسی. لعنتی بگه همینو نمی‌خواستی. بگه نمی‌خواستی جدا بشی. حالا شدیم دیگه. مهم براتون میزنی. بچه‌ها آقا دایما گفت بچه‌ها که نمیخندن، من بیام براتون 2 تا آیتم بزنم عشق کنید. خدا کی بزنه برامون. بچه‌ها من بردیا ام، کارم شعبده بازیه. بردیا امشب و فردا بیا. معمولا شعبده بازا رو میبینم کفتر رو میخوام. ما هم همیشه تو آستینمون داریم کفتر.
دیدی؟ باورم نمیشه. آقا یه مسئله داریم ظاهر کردن. زاره؟ ظاهر. یه مسئله چون زارا قشر زحمت کشیه. راحتی هم غیب میشه. معمولا شعبده بازار رو میبینن. تو فهمیدی زاره بود؟ آقا مهمه نکات دو گوش بده. بزنین صحبت کنیم. بچه‌ها این عصا غیب نشد. هر کی حرف بزنه خودم غیبش. آقا خفه شو داره صحبت. زحمت میکشه. تو رو قرآن. مدل بازار رو که میبینن یه چیز دیگه هم میپرسن. میگن فال میگیری؟ ما میگیم ریشه میگیری. میخواد کسی فالش رو بگیره؟ ما رو بگیر. یه دقیقه بنیامین مال تو رو بگیره. بنیامین راز وایسا ببینم. بابا وایسا میام بگیر دیگه. چیکار داری؟ ببین تو اولین نفر حذف میشی. برو بشین حالا ببین کی گفتم. کس دیگه میخواد؟ گفت چی بشه؟ کف دستت نیاز ده قیافت معلومه وضعت خیلی خرابه حواست جمع باشه. آقا بس بذار ببین دو گله؟ نه کف انگلیزه دیگه جای نداره اسپانسر. امین تازه آزمایش ادرار داره معلوم از موز دوست داری؟ آره کف دست شبیه موز داداش. بیا ببین بزن رو اینجام دوبار. موز دو تا آیتم براتون دارم. آیتمای من حالت منتال و ذهن‌خوانی داره. اوکی. آیتم اول چیه؟ توی این جعبه کارت من از قبل از اینکه بیام اینجا 52 تا کارت توش دیگه، جوکرها توش نیستش. یه دونه کارت برعکسه، یعنی همه کارت‌ها به سمت عددشونه، یه دونه کارت به پشته برعکسه. من این جعبه رو میذارم اینجا، دست بهش نمیزنم تا آخر اجرا. من میخوام تو ذهن یکیتون اون کارت رو بگم چیه. شاید تو ذهن همتون الان یه سری کارت اومده باشه. اوکی. با هم مشورت کنید. من به ذهن یک نفر گفتم. در نهایت نظراتتون رو میتونید عوض کنید، با هم مشورت کنید. یه دونه کارت من. این جعبه کل طول بازی اینجا. صحبت کنید به یه کارت برسید در نهایت. خشت. آقا من میگم 1 2 3 8 خشت. من واسه اینکه تم برنامه شاد بشه لباسای شاد پوشیده بودم و حالا کفشم هم یه ذره شبیه آجور و این سبکی‌ها بود. وسط برنامه پای منه واسه چی میاری بالا؟ اصلا خیلی وقت پام اونقدر بالا نیومده بود مردمومه. همه موافقن؟ 8 خشت؟ نه 3 گیش نیست. من هیچی نمیگم. آقا 9 نفریم. 9 نفریم 9 تا دل. نه دل و پایین. به عشق سربازا سرباز پیک. عالی. چرا به عشق بیبیا؟ افشار قشنگ گفت. من با افشارم. افشار قشنگ گفت. یه کارت به من ما 9 آقا وایسا. ما چیزی؟ جرأت داری بعدی خب 11 داریم؟ من نمیدونم. نه 11 میشه سرباز. بیا سرباز چون تو 9 تا شرکت کننده ایم 9 دل. 9 دل تصدیق. آقا 9 دل نگاه کنید. 9 دل دیگه. توی جعبه خالیه. خالیه دیگه. چیزی که این که 6 دله. نه صبر کن. گفتم همه کارتا برعکسه. گفتید 9 دل. بچه‌ها من کارتا رو دونه دونه بهتون نشون میدم. میبینید همشون اینوریه. 8 خشت دیدم. اینجا که میرسیم یه دونه کارت اینجا برعکسه. و بقیه کارتام تا انتها اینوریه. ببین میتونستی نظرتو چند بار عوض کنی. درسته؟ آره. یا ولم کن مگه میشه جدی خب با افشار هماهنگ کرده بود. بچه‌ها آره بابا سری بریم سراغ آیتم دوم. این توپ اسفنجی‌ها رو همتون دیدید. یکی دیگه تو دستته. آره 2 تا دارم. این توپ اسفنجی‌ها رو همتون قبلا دیدید. اوکی یه شعبده خیلی ساده داره. برای کی اجرا کنم؟ برای علی. آره برای علی بریم. برای علی اجرا کنم همتون میتونید ببینید. ببین نه بشین. دستتو به عنوان میز. بالا شهر. آقا این با من داره زد و بند میکنه. ببین آیتم توپ اسفنجی چه جوریه؟ اینه که من یه دونه میذارم تو دستم، یه دونه میذارم تو دست تو. درسته؟ دستو بیار. من یه دونه میذارم اینجا، یه دونه دست تو. بیار دست تو قشنگ. وقتی میذارم نکتهش اینه بعد سری دستتو ببندی. یه دونه میذارم اینجا، یه دونه دست محکم ببند دستتو. من هدفم این من با کردم شما سیبل جای بدی. ما هم عد زدیم 100 ولی 100 گرفت. ببین خیلی سریع میخوام برسم به آیتم هستیم. ببین این اینجا قید میشه. دستتو میشه باز کنی. خب بچه‌ها اینو گفتم به کجا برسم. این توپا جادویی ان. چرا جادویی ان؟ این توپا به هر چیزی که ما فکر بکنیم تبدیل میشن. مثلا من این 2 تا توپو میذارم تو دستم. الان از این ذهن یه دقیقه تمرکز. بچه‌ها همه تمرکز. نه الان قراره من فکر کنم. ببین
مثلا من به مکعب فکر میکنم. چه عجیبه، چه چیز عجیبی فکر میکنی. این شد مکعب. حالا وقتی این توپا 3 تا بشن عجیبی فکر میکنی. واقعا کسی هست به مکعب فکر کنه؟ وقتی این توپا تبدیل به 3 تا میشن قدرتشون بیشتر میشه. دستتو میاری برای من؟ کف دستو بیار. ببند دستتو محکم. 3 تا توپو 3 تا قدرتش خیلی بیشتره. نه دیگه خراب میشه. باید فکر کنی اول بعد دستو نگه دار. خیلی قدرتمند بود. خب یه چیزی که از همه چی الان بیشتر احتیاج دارید نباید به زبون بیاری. گوش کن، به زبون اولا نیار. 2 چیزی که الان آتششو داری از همه چی بیشتر بهش نیاز داری. بزرگ بخوا، کوچیک نخوا. نه بزرگ نخوا. آروم دستو باز کن. نه آروم بچه‌ها. خیلی بزرگ فکر کردی. آقا من میتونم فقط این فیلم‌های ژاپنی نشونتون بدم. در همین خیلی بزرگ فکر کردی. بنیامین فکر کرد. عجیبه که واقعا البته بچه‌ها شطرنجی دیدن، ژاپنی دیدنش. من بزرگتر بودش. بزرگتر بود؟ آره بابا خیلی من سوال اصلی اینه چرا واسه بنیامین انقدر کوچیک بود؟ این تلویزیون‌ها چون اینجا بزرگه زود بهم گفت باز کن. من داشتم تصور می‌کردم. آقا این شعبده است. من این تصور علی از بنیامین. بابا این شعبده است. من برای بنیو دیدم خیلی بزرگتره. چقدر دیدی؟ کی دیدی برا؟ در چه حالتی دیدی؟ نه اون روزی که من دیدم AI بود. ببین شما که نخندید. اگه واقعا تا چند دقیقه دیگه نخندید یه آیتم خفن براتون میاد، چالش خفن براتون میاد دیگه، اونو دیگه میخندید. دمتون گرم، خوش بگذره. ولی خدایی AI. آقا وایسید اینا رو یادش فضا بگیرم. آقا این AI بود، من قبول ندارم. آقا میخوام مانی انجام بدم، یادش فضا بگیرم. آقا اینو ببینید شما، دست رو بیار مانی جان. اینو ببینید آقا ای گل. اینو ببینید شما ای. آقا دیگه تموم شد، بریم قرمزو بدیم. خدا رو شکر کی خندید؟ بالاخره این داره میخنده آقا قرمز. دهنت سرویسا برید چی بود گفت